آریان کجاست؟ این کیه؟ این کیه اینجا؟ سلام؟ بای بای کن. پسری اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ اسمت؟ برگرده بتونم یک بار دیگه آریان رو ببینم، چون آریان همه زندگیمه. گاهی وقت خوابه بالای سرش میشینم، سعی میکنم خیره بشم بهش. از خدا میخوام اگه شده حتی برای یک لحظه بتونم یک بار دیگه، یعنی بیناییم برگرده یک لحظه. کوچیکا اینقدری خب که بذاریم رو سر کتری که برای روی کیکت باشه. اون یکی هم بده قاطیش کنی. این اشتباهی که از همون دوران عقد شروع شد. من قبل از عقد نسبت به رضا هیچ آشنایی نداشتم. خواستگاری تا عقد من و رضا حدود 10 روز طول کشید. از همون ماه اول رضا روی من دست بلند می‌کرد. زمانی که این موضوع پدرم فهمید خیلی اصرار داشت که قبل از عروسی از هم جدا بشیم. اما من مدام خودم گول می‌زدم، فکر می‌کردم همه زندگی اولش همینجور شروع میشه. زمانی که باردار شدم، با اینکه همه فامیل اختلاف من و رضا رو میدونستن، اما سعی میکردم حفظ ظاهر بکنم. بعد از به دنیا آمدن آریان، به خاطر آریان سعی میکردم با رضا زندگی بکنم. بعد یک ماه اینقدر اذیتش میکرد که 2 بار خودکشی کرد. یک دفعه رگ دستشو داده بود، برده بودمش بیمارستان. از ساعت 1 نصف شب زنگ زدن به ما که به پسرم خواهرش خودکشی کرده. بعد پسرم فکر میکرد که موبایل تلفنیه، زنگ زده نصف شب. بعد در اومده و گفته خواهر توی خودکشی میکنه، خواهر توی خودکشی میکنه. بعد ما زنگ زدیم خونهشون، گفتی که مسئوله بگو بیا با تلفن. در اومد شوهرش گفت نصف شب مزاحم هم میشین و خوابه، معصومه خوابه، بیدارش نمیکنه. معصومه خوابه، بیدارش نمیکنه. ریز خالیه بعدش هستش بعدن سوختادیات ها ها چه سوخته؟ اصلی ماما اولش خوب بوده. اون اولش چه شکلی بودم؟ اولش که تازه سوخته بودم چه شکلی شده بودم؟ یادته به من میگفتی چی به صورتت زدی؟ یادته سیاه شده بود؟ بهتر شدن یا اون موقع بهتر؟ از من اون موقع داغو بودی. الان خوب شده. الان صورتت آهنیه.